در مسئله غزه هم که یک کلمه عرض بکنیم، پیشبینی ها داره به تدریج خودشو کاملا نشان میده. از اول پیشبینی روشنبینان دنیا، چه اینجا و چه جاهای دیگه، این بود که تو این قضیه اونی که پیروز خواهد شد مقاومت فلسطینه، اونی که شکست خواهد خورد رژیم خبیث ملعون صهیونیست. داره اتفاق میفته، داره همه میبینن این. 3 ماه رژیم صهیونیستی داره جنایت میکنه. اولا این جنایت ها در تاریخ خواهد موند، حتی بعد از آنی که رژیم صهیونیستی زائل شد و نابود شد و به توفیق الهی از روی زمین پاک شد، این جنایت ها فراموش نمیشه، حتی در اون روز هم فراموش نمیشه. اون روز هم در کتاب ها خواهند نوشت که یک روزی تو این منطقه یه جماعتی به حکومت رسیدن و اینجور جنایت کردن. در طول چند هفته چند هزار کودک و زن رو کشتند.